چقدر که در یک بحر خود پرتای اگر در بحر تیب این نه سر و کنار ندارد و من فکر کردم که این دانش من کم است و من در ساحه علم خود و من خود خوشبخت حساب میکنم که یکی از عالمان زبردست تاجیک سینای کنون هم گفته میتونیم یوسف نورعلیویچ و من همکاری کردن، دستی من گرفتن و من یک شاخه که ابوعلی ابن سینا کار کرده است گیاه درمانی کسلهای گرده را آموختم و رساله علمی دفاع کردم. و کدام خاطر کردم؟ به آن خاطره که میگن که هر یک کس باید مهنت کند که دیگر دهقان در زمین یگان مهنت کند و یگان چیز کارد و حاصل گیرد و اگر کسی از آن استفاده برد و خود خرسند فارغ حساب میکند. و ما هم دیدیم که تاجیکستان جوان ما بسیار ضرورت قسمت گرمی که در تاجیکستان است قریب هر چهارم آدم گرفتار کسری گرده است و در تاجیکستان ما قریب از آن 110 گیاهی که ابوعلی ابن سینا فرموده است قریب 82% آن در تاجیکستان میروید و قریب 37 نمود آن همچون میوجات و استفاده میبریم و ما در همین ساحه کار کردیم و از سبب قیمت بدون داروهایی که کنون به ما میآیند اصلا داروی کیمیاوی هستند و به ارگانیسم البته ضرر هم میرسانند. همین ساحه که ابوعلی ابن سینا کار کرده است و نیاگان ما کار کردند همین ساحه کار میکنیم، پیشکشی عزیزان میکنیم، پیشکشی اهل تاجیکستان و وطن میکنیم که از استفاده از اون کتاب اگر کسی هم استفاده برد و از وی کمی اگر راحت یابد، کمی نجات یابد، اگر من فکر میکنم که مهنت من بیجا نرفته است. خوب میشد که یک مکتبی طبی خلقی هم اگر که می آفریدیم، چون که در دیگر مملکت های جهان در روسیه، در آلماتا، در پراگ و هست مکتب هایی که طبی شرقی میگویند، مثلا با نمود گیاه، با نمود مساژ فاصلوی، با نمود سوزن، با نمود با طریقی مثلا سحر سخن گیپنوز میگیم. من فکر میکنم که اکنون به آدمان خودشان باید فکر کنن که باید سلامتیشان میبرند. استفاده گیاه درمانی ها من فکر میکنم که در نزد انستیتوت طبی به نام ابوعلی ابن سینا که این حاضر نه مانده شده استادن آموزاندن در این ساحه دکترانه، چون که دکتران باید در این ساحه دانند، متخصصان کسبی باشد که این استفاده برند و در نزد وزارت تندرستی خوب میشد که همین نمودی تیار کردنی مثال همین گیاهای عالمی جوان، محقق و روحشناسی ورزیده بیش از 50 مقاله های علمی را در جاده مخصوصیت های خاص ساحه درمان بخشی با اصول الفگیا تألیف نمود. در ساحه طب کارهای علمی و عملی سید جان نادروف را کشفیات نادر عصر 20 نامیدن ممکن است، زیرا او بار نخست با اصول گیپناز جراحی گذرانیده است. روحشناس شناخته در پی جستجو و کشفیات‌های تازه زحمت دارد و سید جان نادروف فتح قله‌های بلند و دستان شفا بخش و سخن درمان بخش را تمنا داریم.